دوستای عزیز و بیننده های گرامی، شما را باز هم خوش آمدید میگیم به یکی از ویدیوهای دیگرمان. دوستای عزیز، امروز میخواهم به شما نشان بدهم که چطور همزمان میتوانیم دو تا اکانت سوشال میدیا داشته باشیم، یعنی دو تا مسنجر، واتساپ، وایبر، از این چیزا. قبل از اینکه اینو به معرفی بکرم، از شما بیننده های عزیز و دوستای گرامی خواهش میکنم تا به حالی که اگر ما را سابسکرایب نکردین برین روی یوتیوب ما را به نام بی بی تکنیکال بیابین دوستای عزیز و چنل ما را با بزرگواری خودتان سابسکرایب کنین، زنگوله را بزنین که تا از ویدیوهای بعدی ما بهره‌مند شوین. دوستای عزیز حالا اینو به خارج میگیرم و به شما نشان میدهم که چطور همزمان میتوانیم دو تا اکانت داشته باشیم. دوستای عزیز، روی ستینگ کلیک میکنین و بعد میروی ادوانس فیچرز و بعد روی جول مسنجر کلیک میکنین و این اپلیکیشن هایی که من اینجا دارم، البته میتوانم همزمان دو تا داشته باشم و شما دوستای عزیز هم هر کدام هر چیزی که داشتین، هر سوشال میدیایی که دوست داشتین دو تا داشته باشین، باید اول در تلفنتان دانلود کردگی داشته باشین و بعد میتوانین یکی دیگر هم در کنارش داشته باشین. دوستای عزیز، من فعلا چی رو انتخاب میکنم؟ واتساپ انتخاب میکنم و زیر انستال می نشینم. نوشته شده اینجا Turning on Joule Messenger. خب یعنی که میخواد دوتا شد. خب دوتا شد. قبل از آن دیده بودین که واتساپ ما فقط سبز داخلش بود و دورش سفید بود. حالا مثلا با اون کورنر پایینه دوتا حلقه سفید با رنگ اورینج آمده. دوستای عزیز، و همچنان ما وایبر انتخاب میکنم، اینا انستال میکنم و منتظر میشینم تا که این خیلی زود شد. الان میریم به مین اسکرین. دوستای عزیز چک میکنیم که آیا ما دو تا داریم و یا خیر. دوستای عزیز، این وایبر و واتساپ ما حالا دیده به گوشه های پایینش دو تا حلقه بالای رنگ اورنج شده، یعنی که ما دو تا اکانت همزمان داریم. دوستای عزیز، حالا شما باید چیکار بکنین؟ باید نمبر جدید و نمبر مورد نظر خدا شما میتوانین اینجا داخل کنین. الان من کانتینیو میزنم و از اینجا اگر خواستین کشورهایتان انتخاب بکنین، در هر گوشه دنیایی که هستین از اینجا انتخاب میکنین. کشورها با کانتری کودش آمده دوستای عزیز و فعلا این جانب در یونایتد کینگدم زندگی میکنم و شماره یونایتد کینگدم رو میزنم و منتظر وریفیکیشن کد میشینم. دوستای عزیز، اینجا شما پرسیده is this your correct number؟ گفته نمبر شما این صحیح است. شما نمبرتان چک کنین، اگر اشتباه بود از این پایین دست چپ ادیت میزنین و اگر نه اوکی میزنین. دوستای عزیز، شماره ما اوکی است، ما اوکی میزنم و منتظر وریفیکیشن کد میشینم تا اکاونت ما وریفیکیشن بشه. خب دوستای عزیز، این اکاونت ما وریفیکیشن شد. اینم کانتکت که روی کانتکت لیست این آدم باید بیاره سعی بکنه. اینم کالز که به کی زنگ زدیم، تا حالا به کسی زنگ نزدیم و از اینجا میتونین به کسی دیگه مثلا شما را بگیرین زنگ بزنین و از این چیزا. دوستای عزیز، و دوباره برمیگردیم به مین اسکرین و واتساپ خود اکتیو میکنم. دوستای عزیز، اینجا باید اگری ان کانتینیو رو بزنین، یعنی شما موافق هستین و بعد بازم از اینجا میتونید کشورتان شما انتخاب بکنین. در هر کشور دنیایی که هستین از اینجا انتخاب بکنین دوستای عزیز و شماره مورد نظرتان اینجا داخل بکنین. چون من یونایتد کینگدم هستم، من شماره مورد نظری که دارم اونو داخل میکنم و منتظر وریفیکیشن کد میشینم تا وریفیکیشن کد ما بیاید. دوستان عزیز، باز نه اینجا گفته we will be verified the phone number. این فون نمبر گفته ما وریفای میکنم. اگر این صحیح است دوستای عزیز اوکی بزنین، اگر صحیح نیست ادیت بزنین و شماره تانا
درست بسازین. دوستای عزیز من اوکی میزنم و منتظر وریفیکیشن کد میشنم. معمولا دوستای عزیز وقتی که شما وریفاید میکنین اکاونتتان، تکست مسیجی و یا زنگی میایه با وریفیکیشن کد شما رو وریفای کنین. چون ما اگر متوجه شده باشین اکاونت نمبر وایبر ما وریفیکیشن کد نیامد، اما تو خودش اکتیو شد چون قبلا ما دانلود کردگی داشته بودم. دوستای عزیز گیف پرمیشن گفته اینه که بخوای بکاپ کنه اکاونتتان و یا خیر. خب حالا طول میکشه، من روی ازو نمیرم، این اسکیپ میزنم و اینجا یک نام انتخاب میکنم. دوست عزیز بی بی تکنیکال نیکست میزنم و منتظر میشونم که اکاونت ما اکتیو بشه. دوست عزیز نوشته این دوستای عزیز حالا اینجا مثلا ما با کسایی با 37 نفری که مثلا در تماس بودیم قبلا و اینا هم استیتس هست که اینجا میتوانین عکس خود بزنین و نامیتان هر نام انتخاب بکنین، کالجی به کسی زنگ بزنین و یا چیزای دیگه. از اینجا روی کانتکت لیستان میرین اینجا. دوستای عزیز دیگه این بود که خدمت شما عرض کردم. دوستای عزیز و بیننده های گرامی، تا به حالی که اگر از چنل ما بازدید نکردین چنل ما را بازدید بکنین. دوستای عزیز جهت حمایت فقط کافی است ویدیوی ما را لایک بکنین، کامنت بگذارین، نظریات خود، پیشنهادات خود، حتی انتقاداتی که دارین با ما شریک بسازین. دوستای عزیز ما به زودترین وقت در جوابتان خواهم بودیم و جوابایتان خواهم جواب دادیم. دوستای عزیز مثل همیشه انشاءالله لبانتان خنده را فراموش نکنه. مثل همیشه خوش و موفق و سرفراز باشید.